سلام دوستان عزیز، ما اینجا به 2 تا برنامه نیاز داریم برای شروع بازی. اول VPN اینو دانلود میکنید، بعد خود برنامه است. وارد VPN میشیم، روشن میکنیم، بعد میریم توی خود برنامه. فقط دقت داشته باشید بعضای هر کد رفرال بهتون 50 تا ساتوشی میده که زودتر میتونید برداشت کنید. به 100 تا برسید میتونید برداشت رو بزنید. اینجا ادامه دادن رو میزنید. نگاه بخش اسمو نباید تکراری باشه، مثلا حروف انگلیسی و اعداد انگلیسی باشه تا زودتر برید. بعد پایین جای کد رفراله که من مال خودمو میزنم، دوست داشتین مال منم بزنید، میذارم تو کپشن دیگه. از هم دیگه استفاده کنید، 50 تا ساتوشی میدم. اینجا کچاق چیه نمیدونم اسمشینو میزنید و این تیک پایین رو میزنید که صفحه کیبورده، بعد ادامه دادن میزنید. خب میرید جلو، همونطور که میبینید 75 تا ساتوشی دارم. به ازای دیدن هر تبلیغ بهتون یه مقدار انرژی میده، سرعت ماینتون بیشتر میشه. حالا من میزنم یکیشو نگاه میکنم. خب میریم ادامه. اینجا ببینید سرعت من اگه نگاه کنید 25 صدم افزایش یافت. بعد این سمتی بعضای هر یک تبلیغ 27 ساتوشی به شما میده. بعد میریم تو بخش رفرال ها. اینجا مثلا میتونید دوست و آشناهاتون رو بیارید و سرعت ماینتون رو افزایش بدید. و تو این بخشم که برداشته، من پایه رو انتخاب میکنم پایه که راحت‌تر میتونین برداشت کنید. من اثبات برداشتم آخر میذارم. تو این بخش میتونید ببینید که کیا بیشترین سرعت ماین رو دارن که نفر اول مایانه چیزی حدود 1 میلیون ساتوشی میگیره. اینجا هم که خودم برداشت دادم 100 تا ساتوشی که بعضای هر 100 تا 8 صدم دلار رو به شما میده، یعنی 8 سنت. و میتونید اینو افزایش بدید که روزانه بیشتر بدید.